خب فکر کنم هر نویسنده این حس رو میشناسه. اون ترس از صفحه سفید. همون لحظه‌ای که باید یه دنیای کامل رو از هیچی بسازی. واقعا میتونه فلج کننده باشه. ولی اگه بهتون بگم یه ابزار جدید و فوق‌العاده قدرتمند به جعبه ابزار نویسنده‌ها اضافه شده چی؟ امروز می‌خوایم دقیقاً ببینیم هوش مصنوعی چطور میتونه تبدیل بشه به دستیار خلاق شما، همسفرتون توی این مسیر فیلمنامه‌نویسی. ببینید، قبل از هر چیزی بذارید یه چیزی رو روشن کنیم. فیلمنامه‌نویسی خب یه جور جادوه، ترکیبی از هنر و خلاقیت ناب انسانی. هوش مصنوعی قرار نیست بیاد و این جادو رو از ما بگیره. اصلاً، بلکه اینجاست تا اون رو قوی تر کنه. پس مسیری که میخوایم با هم بریم اینه. از اون اولین جرقه ایده شروع میکنیم و قدم به قدم پیش میریم تا برسیم به یه ارائه بی‌نقص. قراره ببینیم هوش مصنوعی توی هر کدوم از این مراحل چطوری میتونه به کمکمون بیاد، یعنی از خلق ایده و شخصیت پردازی گرفته تا ساختن خود داستان و آماده کردنش برای ارائه. خب، بریم سراغ قدم اول. از کجا باید شروع کرد؟ میدونید اون سد نویسندگی یه چیز کاملاً واقعیه. گاهی وقتا آدم فقط منتظر یه جرقه است. دقیقاً همین جاست که هوش مصنوعی وارد میدون میشه. فقط کافیه یه پرامپت ساده بهش بدید تا یه طوفان فکری واقعی راه بندازه. یه عالمه ایده تو ژانرهای مختلف جلوتون میذاره که شاید اصلا به فکر خودتونم نمیرسید. فقط به این تنوع نگاه کنید. همه اینا فقط با یه درخواست ساده از هوش مصنوعی به دست اومده. مثلا ایده عروسک گردان رو ببینید، عروسک هایی که قتل های وحشتناک رو بازسازی میکنن، یا اون معمای فراتبیعی در مورد خونه‌ای که غیبش میزنه. هر کدوم از اینها به تنهایی پتانسیل اینو دارن که تبدیل به یه داستان فوق‌العاده بشن. خب، حالا سوال اینه. با این همه ایده جذاب، کدوم یکی رو انتخاب کنیم؟ میدونید چیه؟ برای اینکه ببینیم این فرایند توی عمل دقیقاً چطوریه، بیایید یکیشون رو انتخاب کنیم و داستانش رو از 0 تا 100 با هم پیش ببریم. و انتخاب ما این معمای فراتبیعیه. خانه‌ای که آنجا نبود. داستان یه مشاور املاک و یه عمارت که یهو غیب میشه. عالیه. حالا وقتشه که با کمک هوش مصنوعی به این ایده خام گوشت و پوست بدیم. خوب، ایده که سر جاشه، ولی داستان بدون شخصیت که نمیشه. یه داستان عالی، شخصیت‌های عمیق و به یاد موندنی میخواد و اینجاست که هوش مصنوعی دوباره به کار میاد. میتونه بهمون کمک کنه شخصیت‌هایی خلق کنیم که فقط یه اسم نیستن، بلکه پیشینه، انگیزه و یه مسیر شخصیتی واقعی دارن. خیلی خوب، پس بیایید با قهرمان داستانمون آشنا بشیم، النور مارلو که دوستاش الی صداش میکنن. الی یه مشاور املاک خیلی منطقی و عملگراست که قراره با یه چیزی روبرو بشه که هیچ جوره تو منطقش نمیگنجه. ولی صبر کنید، الی فقط شغلش نیست، اون یه گذشته مرموز هم با خودش داره. اینجا دیگه واقعا قدرت هوش مصنوعی رو میبینید. ببینید هوش مصنوعی فقط یه کاراکتر سطحی نساخته، یه انسان پیچیده طراحی کرده. بزرگ شدنش تو پرورشگاه کاملا توضیح میده که چرا اینقدر منطقی و بدبینه. و نکته طلایی اینجاست، انگیزه پنهانش. این داستان فقط در مورد یه خونه عجب و غریب نیست، نه. این داستان سفر الی برای پیدا کردن هویت گم شدهشه و دقیقاً همین عمقه که باعث میشه مخاطب نتونه از داستان دست بکشه. خب، پس ایده رو داریم، شخصیت اصلیمون رو هم داریم، حالا میرسیم به اصل مطلب، خود داستان. یه پیرنگ قوی باید قلابش رو بندازه و مخاطب رو با خودش بکشونه، تعلیق ایجاد کنه و در نهایت یه پایان‌بندی خوب داشته باشه. هوش مصنوعی اینجا هم میتونه بهمون کمک کنه تا این ساختار رو بچینیم و نقاط عطف کلیدی داستان رو طراحی کنیم. این طرح کلی در واقع مثل ستون فقرات داستان ما عمل میکنه. همه چیز با اون حس آشنایی عجیب الی با خونه شروع میشه، بعد با ناپدید شدن خونه به اوج میرسه و از اونجا به بعد وارد فاز تحقیق و حتی فروپاشی روانی شخصیت اصلی میشیم. ببینید چطور هر مرحله خیلی منطقی به مرحله قبلی وصله. این یه مثال عالیه که نشون میده هوش مصنوعی چقدر خوب میتونه یه ساختار داستانی پر از تعلیق و جذاب بسازه.
اما خب، یه فیلمنامه که فقط ایده و پیرنگ نیست، درسته؟ جزئیات کوچیک، دیالوگ‌ها، ضرباهنگ داستان، همه اینا به همون اندازه مهمن. تو این مرحله، هوش مصنوعی میتونه مثل یه ویراستار حرفه‌ای یا یه همکار نویسنده خستگی ناپذیر عمل کنه و توی پرداخت نهایی کار حسابی بهمون کمک کنه. واقعا تو مرحله پرداخت نهایی، انگار یه تیم کامل از متخصصا رو کنارتون دارید. هوش مصنوعی میتونه ساختار رو تحلیل کنه تا مطمئن بشه ضرباهنگ داستان درست از آب درآمده، برای نوشتن دیالوگ‌های طبیعی و باورپذیر بهتون ایده بده و حتی میتونه محتوا رو از نظر حساسیت‌های فرهنگی چک کنه. فوق‌العاده است نه؟ خب، فیلمنامه‌مون آماده است، ولی کار هنوز تموم نشده. حالا قسمت سخت ماجرا شروع میشه. باید بتونیم این ایده رو بفروشیم. و اولین و شاید مهمترین قدم برای این کار داشتن یه لاگلاین قوی و گیره. و حدس بزنید چی؟ بله، هوش مصنوعی اینجا هم به دادمون میرسه. لاگلاین در واقع خلاصه کل داستان شما در یک خطه. مثل یک قلاب عمل میکنه. باید توی همون یه جمله شخصیت اصلی، هدفش، مانعی که سر راهشه و خطری که تهدیدش میکنه رو جا بدید. همین یه جمله میتونه یه تهیه کننده رو اونقدر کنجکاو کنه که بخواد کل فیلمنامه شما رو بخونه. و اینم نتیجه نهایی. این لاگلاینیه که هوش مصنوعی برامون ساخته. تمام عناصر کلیدی داستان، خانه‌ای که آنجا نبود رو تو خودش جا داده. شخصیت عملگرامون، معمای خونه‌ای که غیب میشه و اون خطر شخصی که الی رو تهدید میکنه. کوتاه، جذاب و دقیق. همون چیزی که لازم داریم. خب، حالا که این سفر رو با هم طی کردیم، بذارید یه لحظه از این مثال فاصله بگیریم و به تصویر کلی نگاه کنیم. سوال اصلی واقعاً اینه: ما چطور باید از این تکنولوژی استفاده کنیم؟ بهترین رویکرد چیه؟ ببینید، این تکنولوژی هر روز داره بهتر و بهتر میشه. مثلا محققا دارن روی چارچوب‌هایی مثل اسکور کار میکنن. حالا این اسکور چیه؟ خیلی ساده است. هدفش اینه که به هوش مصنوعی کمک کنه تا جزئیات داستان رو یادش نره و انسجام روایت حفظ بشه. همونطور که توی این جدول میبینید، وقتی یه مدلی مثل GPT-4 با این چارچوب ترکیب میشه، عملکردش تو چیزهایی مثل دنبال کردن جزئیات یا جواب دادن به سوالهای پیچیده داستانی یه جهش بزرگ میکنه. این یعنی چی؟ یعنی هوش مصنوعی داره روز به روز به یه همکار قابل اعتمادتر تبدیل میشه. و این شاید مهمترین نکته کل این بحث باشه. هوش مصنوعی ماشین قصه‌گوی خودکار نیست. اون یه همکار خلاقه. یه ابزار فوق‌العاده برای طوفان فکری، برای ساختار دادن به ایده، برای پالایش کار. اما یادتون باشه، در نهایت این صدای منحصر به فرد شما، دیدگاه شما و اون جرقه انسانی شماست که به یه داستان روح و جان میده. پس در نهایت، با وجود چنین ابزار قدرتمندی، سوال اصلی نیست که آیا ماشین‌ها جای ما رو میگیرن؟ نه، سوال واقعی اینه: اون داستان بزرگی که همیشه تو سرتون بوده ولی هیچ وقت جرئت نکردید شروعش کنید چون از اون صفحه سفید میترسیدید، چیه؟ شاید الان بهترین وقته که با کمک این دستیار جدید بالاخره اون داستان رو به دنیا بیارید.